سلام به رفیقای عزیز. در این قسمت میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطوری نویز صدا رو حذفش کنیم. نرم افزار کلودیت پرو رو نصبش کنیم و بازش کنید. صدای ضبطیتون یا داخل خود نرم افزار ضبط کنید یا هم صداتون رو وارد کنید. پیشنهاد من اینه که یک قسمت بذارید هوا داخل میکروفون بشه تا نویزتون ثبت بشه، یعنی بدون هیچ صحبتی، و بعد شروع کنید به صحبت کردن. خب یک قسمت از نویز رو میگیریم، فقط نویز نه صدا، و میایم قسمت نویز ریداکشن، افکت نویز ریداکشن و دوباره نویز ریداکشن. همینطور که اینجا صفحه خالیه، get profile from selection رو ما میزنیم و اوکی. خب دوباره همه صداهامون رو انتخاب میکنیم و دوباره نویز ریداکشن و این دفعه اوکی. خب حالا نتیجه نهایی کار ببینیم. 1 2 3 تست می شود. 1 2 3. ببینیم که صدای صاف و خیلی عالی داره.